بیش از 15 نفر زنان و دختران صاحبکار که خواهش آغاز نمودن فعالیت صاحبکاری را دارند به سمینار آموزشی جلب شدند. این گروه زنها از جماعت‌های گوناگون شهر اسفره میباشند. اقدام تشکیل سمینار از جانب تشکیلات جمعیتی میر بهر دستگیری زنهای صاحبکار و سهم گذاشتن به رشد فعالیت کاری آنها روی دست گرفته شد. این گروه زنها ترتیب دادن بیزنس نقشه را آموخته ایستادند. در این باره مسئول این تشکیلات تخمین مقصود و اطلاع داده میگوید که هدف بلند کردن دانش زنها آید به رشد تجارت به حساب می رود. چخیل صاحبکاری رو به پیش برده چخیل موفق شدن در این یا اون ساحه بیزنس البته مشورت ها می دهند و استادان شاگردان رو البته به پیش میرند. من از نام خودم و از نام اشتراکچیان لایحه می خواهم به همه این زنهای فعال پیشبرد، پیشرفت و موفقیت ها تمنا دارم که آنها البته فعالیتشان را پیش برده موفق شوند. سمینار آموزشی در دایره زیر لایحه تهیه و تطبیق برنامه منتوری شاگرد تیارکنی برای زنان صاحبکار در جمهوری تاجیکستان گذرانیده می شود. در این سمینار 4 نفر منتوران یا خود استادان به زنها دوام 3 روز کمک مشورتی رسانیدند. زنان و دختران صاحبکار را ضرور بود که در این مدت بیزنس نقشه خود را ترتیب داده به لایحه پیشنهاد نمایند. بشارت رحیم و یکی از منتوران سمیناری مذکور میگوید که مشاهده های وی نتیجه های خوب را به دست آورد چون که زنها در کارهای عملی سمینار فعال بودند. ما قرار گرفتیم که همچون منتور یک چند صاحب خانم زنها را همچون شاگرد گرفته تربیه کرده در آینده آنها را برای رشد صاحبکاری یاردم داده و به زندگی سطح زندگیشون بلند گردد. سمینار آموزشی غیر از شهر اسفره اینچنین در ولایت ختلان، ناحیه‌های همدانی، شهر توس، وخش و ناحیه‌های تابع جمهوری گذرانیده می شود. آن از جانب برنامه رشد سازمان ملل متحد لایحه مساعدت به سودا در آسیای مرکزی دستگیری کرده شده است. مهلت عملی شوی برنامه باشد از ماه ایول سال گذشته 2020 تا ماه مارس سال 2021 ارزیابی کرده می شود. گزارش فرزانه شمسی و اعظم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.